سیدعلی شریف سردار شعبه شخصان واقعی نوزرات اندوز شهر پنجکند با گمان گرفتن پوره دستگیر شده است. چند منبع از نوزرات اندوز پنجکند در صحبت با پایگاه خبری بامداد این خبر را تایید نموده گفتند همراه سیدعلی شریف یک کارمند دیگر این نهاد نیز بوده است. این دو کارمند نوزرات اندوز از طرف مقامات پروکراتور دستگیر شدند. گفته می شود سیدعلی شریف و همکارش با گمان گرفتن $2500 رشوه از یک کار افتاده دستگیر شدند. تفصیلات دیگر خبر دسترس نیست و کشاده شدن یا نشدن پرونده جنایتی به ضد این دو کارمند اندوز پنجکند هم معلوم نیست. وقتهای آخر شکایت‌ها از کارمندان نوزرات اندوز شهر پنجکند به خصوص از شعبه‌ای که سیدعلی شریف روبری میکرد زیاد شده بود. مقامات اندوز در تاجیکستان از جمله فسادزده‌ترین نهادهای دولتی نام برده می شود. ساکنان از تماجوی کارمندان این ساحه زیاد شکایت میکنند. از اول ماه می این الکی دومین خبر با جرم گرفتن پوره و به دست افتادن کارمندان اندوز است که رسانه‌ای می شود. اگنتی مبارزه با کروسیای تاجیکستان روز 3 می از انجام تفتیش پیشکی و با تصدیق فکر عیبدارکنی به دادگاه سپردن پرونده یک کارمند نوزرات اندوز شهر وحدت خبر داده بود. غفور جمشید اکیموویچ بر اساس قسم یکم ماده 319 کودکس جنایتی تاجیکستان به گرفتن پوره از جانب شخص منصبدار عیبدار می شود. به کارمند امکنون سابق اندوز شهر وحدت برای گرفتن پوره همچون جزا جریمه به اندازه از 3650 تا 9125 نشان دهنده برای حسابها و یا محروم ساختن از آزادی به مهلت تا 5 سال تهدید می کند.